بینندگان و شنوندگان عزیز، من از خیابان‌های تهران دارم با شما صحبت می‌کنم. قصد من این است که سری به عریضه‌نویس‌ها بزنیم و از نزدیک بیشتر با این طبقه آشنا بشیم. تا به اداره پست برسیم، من فرصت را مغتنم می‌شمارم و نمونه‌هایی از حرفه‌های مختلف و راه‌های نون درآوردن مردم را در چند صحنه نشاط‌انگیز به شما نشون خواهم داد. بینندگان عزیز، اینجا کوچه شرقی اداره پست. یکی از بچه‌ها دلیله. یکی از بچه‌هام یه کار نداره. بله، همه ماموری نمیشه. یکی از بچه‌هام از پا معلوم. مدت 11 ماه به اسم مسافرت درآمد رفت. مسافرت گذاشته و رفتن. حالا چرا زندانه؟ 11 ماه گذشته رفته، الان 2 ماه در زندان. تکلیف خودش چیه؟ اسم شما چیه؟ منصور حمیدی. اهل کجا؟ تهران. چند سال عریض نویسی میکنی؟ 7 سال. قبلا چی کار میکردی؟ کارمند ثبت بودم. چرا کارتون ول کردی؟ پیش آمدی کرد اومدم بیرون. چه پیش آمدی؟ معلوم نیست. روی غرض ورزی. چند تا بچه داری؟ 3 تا. روزی چقدر درآمد داری؟ 10 15 تومن، 20 تومن، 30 تومن. برای زندگیتون کفایت میکنه؟ نه خیر. مشکل زندگی اینه همیشه در مضیقم. ما این 90 تومن کره خونه میدم. زن دارم، 3 تا بچه دارم، مادر دارم، پدر دارم، خواهر دارم، برادر دارم. چند سال عریض نویسی میکنی؟ تقریبا 2 سال. چه شد که عریض نویس شدی؟ تصادفات روزگار گرفتار شدیم، بیچاره شدیم، ما نشیم عریضه نویسی. شخصیت داشتیم، تاجر بودیم، روزگار داشتیم. تصادفات روزگار بیچاره‌مون کرد، از همه جا دستمون بریده. پیرم شدیم، هیچ کجا رامو نمیدن بیش اداره. حالا اومدیم نشیم بغل دیوار نامه‌نویسی کردیم. شما دارین از بیسوادی مردم نون می‌خورید. بله. حالا فرضاً اگر یه روزی همه مردم باسواد شدن، شما چیکار میکنید؟ اون وقتم یه کاری دیگه، یه راهی که نون درازش میریم دنبال این نون. حالا که تا زندیم امروزه که این لقمه نون می‌خوریم، فردا هم خدا هر همه راه میره. فردا کسی نیده. شما برای هر عریضه که می‌نویسید چقدر پول می‌گیرید؟ 1 تومن. روی هم رفته روزی چقدر درآمد دارید؟ بسته دست روزش. یک روز می‌بینید 10 تومن کار می‌کنید، یک روز می‌بینید 3 تومن، 5 تومن. شما چند تا بچه دارید؟ 6 تا. زنم داره. با این 10 تومن چجور گذرون می‌کنید؟ این نون خشک می‌خوری. شما اهل کجا هستید؟ اهل مازندران. چند سالتون؟ 30 سال. چرا اومدین تهران؟ آمدیم کار کنم. قبلا چی کار میکردین؟ بله. چه کسبی؟ قبلا کتبه بودم. قزاز بودم. چه شد که کارتون رو ول کردین؟ پیش آمد ناگوار. خب پیش آمد مریضی افتاد. هستی از دست رفت. آمدم اینجا. چرا عریضه نویسی رو انتخاب کردین؟ خب
دیگر غیر از شغل دیگر نمیتونم. شما چقدر سواد دارید؟ سواد من قدیمیه. دیگر اون قدیمی سواد دارم دیگر، خواندم کتاب و پیش ملا. شده آدمای با سواد بیاد پیش ما عریضه بنویسن؟ نه. بیشتر برای چه جور آدمای نامه می‌نویسن؟ بی سوادها میان پیش ما. منظورم این نبود. دردشون چیه؟ همه رقم، همه جا، همه رقم آدم میاد. خب شما با این درآمد زندگی بینندگان عزیز، حالا صلات ظهره. وقتی نیست قبل از تعطیل شدن ادارات سری هم به عریضه نویس‌های مقابله دادگستری بزنید. در این فاصله من از فرصت استفاده می‌کنم و محض تنوع نمونه‌های ساده‌ای به شما نشون میدم از سردرگمی‌هایی که برای بی‌سوادها پیش میاد یا بی‌سوادها برای باسوادها پیش میارن. مثلا قاطی این اتوبوس‌های بلبشوی یک طبقه، دو طبقه و چند طبقه و لابلای خط‌های کوتاه و دراز متوسط چند رقمی. این آقا میخواد بره میدون اعدام. و این آقا شاید فقط حواسش پرت و اما این نامه‌ای که باید بره به تبریز ممکنه از نیویورک سر در بیاد یا زیر ساعت به این بزرگی آقا ساعت چند؟ قربان ساعت 4:01 گذشته. بینندگان عزیز، حالا من از روبروی دادگستری با شما صحبت میکنم. مقدمتاً به شما نشون خواهم داد که همپای پیشرفت‌های اجتماعی و مدرنیزه شدن کشور عریضه نویسی هم به چه پیشرفتی نائل شده. تهران محترماً هر ظالمی محترماً این جانب اسم چیه؟ محمود آزاد درخت در رو عباس صدا کن میاد. درخت فرزند کی؟ محمد حسن. فرزند محمد حسن. ساکن تهران. محل کجایی؟ مقابل داخل کوچه هستم. حاشیه چند؟ پلاک چند؟ خانه ایش قدرت همومی پلاک 18. خانه ایسا قدرت بود؟ اسم شما چیه؟ مراد فرزند غم. اهل کجا هستی؟ احواز. چند وقت اومدین که؟ 5 ساله. چرا اومدین؟ بیکار بودم. خب حالا زندگیتون اینجا بهتر از اهواز میگذره؟ به اصطلاح اومدم کار بکنم ولی بیکارتر شدم. بیشتر شما با چه جور مردمی سر کار دارید؟ شما از من میپرسید اینجا با چه تیپ مردمی سر کار دارید؟ من بیشتر با تیپ مردمی سر کار دارم که از دهات کشت و زرشون ول کردن، یعنی زراعت ازشون در رفته اومدن اینجا. مالکین گاهی زراعتشون میگیرن و گاهی هم زاره مال مالک رو میگیره. اینجور حوادث رو بیشتر من اینجا نامه‌هایی رو می‌نویسم به مقامات مختلفه، به مقامات عالیه مملکت. بیشتر کار من از نامه‌نویسی برای فقط زارعینه. ما از من سوال می‌کنید روزی چقدر پول در میارید؟ به طور تقریب درآمد من یا خیلی از این کسانی که اینجا نامه‌نویسی می‌کنن حد اکثر 15 تومن یا 20 تومن، حد اقل 10 تومن، 7 تومن بیشتر نمیشه روزانه. یعنی روزانه که نیست، از تا 2 تا نصف روز که کار می‌کنیم. بالاخره چرخ زندگی میچرخه، ناراحتی زیادی ایجاد نمیکنه. این جانب حسین علی صادقی فرزند علی دارای شناسنامه شماره 6667
صادره از احمدآباد آبادان، شغل آشپز. مدت 20 سال در شرکت نفت آشپز بودم. مدت 3 سال در سراح جعفرآباد آشپز بودم. 2 سال تو طباعت انگلیس آشپز بودم. 2 سال پیش عزیز خویی در آبادان منیجر شرکت نفت اینجا آشپز بودم. این همه. الان که آمدم 1 ماه در تهران برای کار 4 زبان میدونم. اول انگلیسی، بعد عربی، بعد فارسی، ترکی هم کم میدونم. 9 کلاس سواد دارم. این زبان من، این امتحان من. رفتم به وزارت امور خارجه نامه دادم، آقا بنده 4 زبان امتحان میدن. گفتن چون شما مدرک نداری قبول نمیکنیم. از ناچاری آمدم از صبح تا ظهر این داسرا 4 تومن 5 تومن در میارم برای خرجی یومیم که گدای نکنم. بعد ظهرها میرم شمیرانات دنبال کار. این مدارک من، این تصدیقی که طباعت انگلیس من داده که 4 زبان امتحان داد، این گواهی نامه شرکت نفت مال 30 سال پیش، این عدم سوء سابقه من با عکسم مال داسرای تهران، این عکس خود من صاحب در آبادان با رفیق من مرتضی، این زن من